در زمان همین آقای بشار اسد شما دیدید این فاصله زیاد نیست، ملک عبدالله آمد سوریه دست بشار اسد را گرفت برد لبنان، لبنانی که ارتش سوریه را بیرون کرده بود و مجسمه حافظ اسد را از وسط بیروت پایین کشیده بود، برد اونجا گفت پسرم این لبنان مال تو. چی میخواست از او؟ از او خواست از ایران دست بکشد، از حزب الله دست بکشد. تو این عرف‌های دیپلماسی که عموماً